احاطه امن اتاقت، جهان میاد همونجا سراغت، از لباسهای مخصوص برنامت تا جوراب و شورت و پیژامت، با کلی خنده و ایده های جذاب، اندرونی چی بیاد از آب، بشی پاش بشی هوادار پیگیر، بگینتم حلال جهانگیر. حرکت. بریم. با یه جمله احساسی صادقانه. خیلی جالبه. هر موقع وارد اتاقی که میشم حس میکنم وارد خودش شدم. شروع با انرژی بالا. اگه لحن برنامه پر انرژیه. سلام. امروز قراره بریم سراغ کسی که اتاقش پر از راز و وسایله. آماده این؟ علیرضا عزیز، خودتو معرفی کن. علیرضا هستم. 1 متر و 96 سانت قدمه که خیلی مشخص هم هستش. بازیگر تئاترم. دوست دارم سینما کار کنم. تو رو خدا منو ببرید تو کاراتون. پیجتون میخوای بگی راجع به چیزا؟ چرا؟ آخه پیجم جذابیت داره براشون؟ نمیدونم. همه گفتن تو هم به. معلومه نهیدم من در میارم. علیرضا YSFI_DM اینجاست. اینجا اینه. آره این پیجمه. لیسانس نرم افزار کامپیوتر دارم. معلم زبان بودم. مربی شنا. الانم بازیگرم. هیچ کدومشون ربطی نداره به هم. مردم واقعا دارن زحمت میکشن. خیلی. کردم مولتی تاسک میگن به اینجور آدم. مولتی تاسک پرسن. کردم هستم میدونی که. بله میدونم. مشخص. معلومه از کجا؟ حالا سبیل. مثلا یکی از شاخصایی که کردی معلومه سبیل داری. چاکردم. لهجه دارم من. چاکرتمو با لهجه گفتم. ولی عادی من متوجه نمیشم. پس جا داره سلام می‌کنیم به سعید. عجیبی داره. گردنم واقعا یه جوری هم. نه تو راحت باش. من باید بالاخره یه کاری بکنم. رشد کنی. شیر زیاد بخور. درست میگم؟ جا داره سلامی هم می‌کنیم به آقای سعید آقانی. نوخه 6 من در خدمتتون هستم. شما دوست داری که بابا سکته بکنه 1 2 3 هم فکر کنه بمیره؟ از همینجا شروع کنیم. این مال داداشم بود. خودش که رفت دبی. اینو فرصت و غنیمت شمردی. منم پیچوندم اینو. آره خواهرم نمیذاشت اینو بیارم بعد ولی من آوردمش. گفتم این چون تو اتاق من بوده مال منه. یعنی خواهرت هم می‌خواست که مال خود می‌خواست بزنه تو گوشش. آره. بعد دیگه اینو آوردیم. چه باحال خونمون مثلا دیوار داره که می‌تونیم اینو بذاریم اینجا. همه وسایل دیگه رو بر اساس این چیدیم. آره دیگه اینو گذاشتیم خونه رو دورش خالی گذاشتیم بعدش بقیه‌اش. این جاودیه فکر کنم مال خواهرم بود. دزدی؟ ولی دوست دارم این چیزیو برمی‌دارم. خب اوکی. یه چیز حیوانی از این کارو خیلی میکنه. کلاغ منم. یه چیز خوشش میاد میبره. چیزای رنگی هر چی که ببینه رو دوست داره. در مثلا بطری طلایی چیزی ببینه. گفتی کلاغ یاد یه جوکی افتادم. بگو. یارو میره تست بازیگری بعد بهش میگن خب تو چه کاری میتونی انجام بدی؟ میگه میتونم من ادای کلاغو در بیارم. بهش میگن خب اسکل همه میتونن قارقار کنن. یارو ناراحت میشه بال میزنه میره. نمیخندی؟ کافی بود. این جوک انقدر خنده که درست میگم. من خیلی خندیدم. خیلی بامزه است. این نمیدونم چی بود. چرا اینو فکر کنم از این قبرستون آوردم این خاکستره. نه اینو فکر کنم از تکیه معاون‌الملک کرمانشاه خریدیم. خب این سرقتی نیست. نه اینو پول دادیم بابتش. البته آیلین خرید من نخریدم. این من بودم برمی‌داشتم. پودر شمعه خیلی باحاله. روشن میشه اصلا خوشگل میشه. آره. اینم ادامه همونه انگار. اینم ادامه همونه. آره بستش بزرگ بود بقیه‌اش ریختیم این تو. جای دیگه نریختیم پای گلد. نه این 4 تا رو از یه مغازه گرفتیم که از اینا فروشی داشت نمیدونم اسمش چیه. پایشم جاشمیه دیگه. جاشمیه. شمدونی هم میگن بهش. آره. این آینه رو من خیلی دوستش دارم. اینم مال عاطفه که ما پیچوندیم. من خیلی خوش بود. عاطف اوکی دی حالش خوبه؟ عاطف. آره عاطف. حالش عاطف. بلایی سرش نیاوردی چون یه جوری داره پیش میره داستان که انگار مثلا یه چیزی شده تو این بس. کلی وسیله دیگه هم هست که مال عاطفه. آوردیم که خب نخواست دیگه. خواستگاری اینا رو گفتی بزنه که قرار. نه بهش گفتم که من همه وسایل مثلا جهازم کامله. خیلی. آره. البته جهاز مال ولش کن. اینم مال عاطف بود. خونه خودت اینجا؟ پرنده است اینجاش هم طرح داره. خیلی خوشگله. حس خوبی میده. آبی فیروزه‌ای میگن بهش. آره به تو قطعا حس خوبی میده. این فرشته رو ولی خودمون خریدیم. ایشونو؟ نه اینو. اون بعد ببینیم. فکر کنم خودمون خریدیم. احتمالاً این چون وسایلی که عاطف خریده بود خیلی شیک بود. احتمالاً اینو خودتون خرید. چقدر زشت. ببین
یا آیلین خریده یا من از عاطف آوردم. صورتک مجسمه دعا اسم بذاریم روش. همین الان اسمش رو ساختم. کادوی عروسیمونه. فکر کنم عموم داد بهمون. برای خونمون. اونم احتمالاً عاطف چون فامیلیم بالاخره. احتمالاً عاطف پول زد مثلا. عاطف پول زده. عاطف خیلی مهمه. شاید وسایل اون برداشته حتی. آره شبیه هست. ببین مثلا. آره چون کمک هم کرد تو اسباب کشی. خواهش می‌کنم راحت باش. این دو تا رو با هم ترکیب کنید قشنگ مشخصه یه جا برداشته شده. یه بخواست. آره اصلا یه جاست نه یه خونه اتاق چون به هم میاد. آره. اون روشن می‌کنه جلوی عبادت و فلان اینا. اینم اون یکیشو من نمی‌دونم چون خودم شکوندمش. خب بهشون ست بشین. این مامانم داده. آره اینو فکر کنم عمه آیلین برامون آورد. این لیوانه رم نمیدونم هست دیگه کیو رو این بوده همونو برداشتی با کاروانه. شمارم خودمون خریدیم. شمارم خودمون. یعنی میگم خودمون آیلین خریده. آره هر چی میگه خودمون آیلین خریده بقیه‌اش هم عاطف داده. آره اینجا اینم هست راستی. از احساس کنم داره میشکنه. از سوغاتی فروشیای اول جاده هراز خریدیمش. اول خریدیم سیب زمینی پیاز توش بریزیم بعد دیدیم میز عاطف جان میاد. آره این میز علیرضا سلام عاطف جان نیستش. آره این ساز تنبوره. بعد میزنی؟ آره ولی الان کوک نیستش. اما واقعا کوک نیست نمیزنی؟ آره ولی میزنی. همین؟ آره قشنگ زدم. همین قبول؟ تا اینجاشو خونده بودم. نه جدا تمرکز ندارم. معمولا چیزی رو داری نمیگی. برای عاطفه؟ نه مال خودم به خدا. اینو خودم پولشو دادم راستی بذار یه بار دیگه نشون بدم. خودم پولشو دادم. میگم چرا انقدر دوستش دارم. خودم پولشو دادم. خودم. آره. ترکان اینجا میگه. آره ترکان. ببخشید. چی رو؟ قپوز اون. آره خوش شدی پوفیوز؟ نه قپوز اسمش قپوز. چایگول هم میگن. آره اینم که کاخونه آیلینه. راج خانومه. آره تو گفتی کاخون میزنی؟ مثل همونجوری که تو تاره رو میزنی منم همونجوری. احساس می‌کنم یه چیزی داری نمیگی. با همون آهنگ اینم که عصای با بزرگمه خدا بیامرز. تو چرا آوردیش؟ یادگاریه خیلی دوستش دارم. ما میمون بودیم اولش بعد به مرور تبدیل به آدم شدیم. احتمالاً تو زشته بگم کلاغ بودین احتمالاً. خب چرا تو عصا داشتی؟ جمع می‌کنی اینا دیگه. این مال با بزرگته. اون مال عاطفه. از این عصا چه استفاده می‌کنی؟ دکوریه و یادگاریه دیگه. ما بزنم 50 سالم شد اینجوری استفاده چون الان اینجوری هم مثلا به زمین نمیرسه. در واقع انگار من عصای اونم. آره. تو داری کمک می‌کنی که بزنی راه بره. آره. استفاده دیگه از این نمی‌کنی. نه. فقط یادگاری نمیدونم همینجوری میگن که مثلا اوکی دیگه همین خونه است و استفاده دیگه نداره اصلا. چیز خوبیه ولی عالیه. تو همینجا یه چیزای دیگه هم هست مثلا PS4 هم هست. PS4 هست. آره. اونو خودم خریدم. PS4 هم هست. اونم یادگاری از طرف مادر بزرگم. این پس برای مادر بزرگی گرانه. آره یادگاری از طرف مامان بزرگم. خیلی هم قدیمیه. توش هم نفته. وسیله دیگه گلدونا هم که اونور کادو آوردن. این میزه هم مال عاطفه. باز. واقعی میگی؟ خیلی واقعی مال عاطف بود. عاطف چوبی دوست داشت. اوکی اینا رو بذارید. بذارید مشکل نداره. عاطف مثلا شکایت نکنه بگه پیداش کردم. هم منم آیلین خیلی دوست داشتیم خونمون مثلا دکور چوبی داشته باشه. دیگه هر چی که بود از خاندان و اینا کشش رفتیم. رفتی ایشونو هیچ وقت قاطی آره. نکردم کاری تو زندگی مشترکه آخه با هم کش رفتی به اون نداره که ایشون هم اگه میگفت اینم مثلا من مادرم گرفتم موقع اوکی بود. اگه قرار دزدی فقط من گردم بگیرم تو باید اصلا کار تو بوده اصلا رفتی اون بنده خدا نداره. البته آیلین هم مخالفه گفت زشته بابا. آره. این میذاره گذاشتی اون میذاره گذاشتی بعد دورش خونه رو ساخت. بریم. ليلى نما ميجانم من وين باخانم بدل چادر دکم خادر دل جانم خادر دل جانم هیلا خوبی؟ چاکریم. اینجا اتاق علیرضا عزیزه. اتاق علیرضا آیلین عزیزه. ببخشید. اتاق علیرضا و آیلین عزیزه. خیلی دوست داشتم که آیلین باشه ولی خب نه علاقه‌ای داره. درست میگم. آره.
نه اینکه اصلا کلا خوشش نمیاد و اینکه اصلا به من چه اصلا به من ربطی دوست ندارم. بریم سراغ کجات؟ تو کمدت بریم ببینیم چه خبره. تو کمد بریم ببینیم چه خبره. آره ما خیلی مرتبیم. دیدی خونه رو دیگه؟ آره شکلیه. آره الان چون نزدیک پاییز و به فصل بلا تکلیفیه یه سری لباس زمستونی ریختیم پایین شستیم، بعد هنوز لباس تابستونیا هست، بعد تابستونیا بیاد بیرون جمع شه زمستونیا مرتب بچینیم. الان اگر دیدید اینجا رو، اینجا به هم ریخته نیست، به هم ریخته هست ولی معمولا نیست. کلا اینقدرش مال منه. علاوه بر اینا کلا این باکس مال منه. 2 تا تیشرت، یه شلوار تو خونه، یه شلوارک فوتبالی و همین دیگه. اینم که زیر پوشمه. پیش خوب کسی اومدی. معمولا چه تیپایی میزنی؟ چه برندایی میپوشی؟ ببین خیلی سخت لباس واسم پیدا میشه به خاطر قدم. آره یا پیراهن آستینش مثلا تا اینجاست خب ولی سرشونش اینجاست، یا سرشونش اینجاست آستینش اینجاست. واسه من همه پیراهنا بلا استثنا تا میزنم. آخه آره یه جوری شدم. زندگی واقعا سخت. تیپای خیلی رسمی دوست دارم. خب برندا رو چرا میشناسن دیگه؟ میشناسی آره. برندا رو. آره. به کار تو اینا ربطی نداشته جای کار کنی که با برنده سر کار داشته باشی؟ نه. چرا؟ چی؟ یه مدت طلا فروشی کار میکردم. چه ربطی داشت؟ برند طلا کار برند لباس ولی برند لباسا رو میشناسم. چرا؟ برند واقعا مسخره است. همه همینو، همین تکراری رو میگن. مثل اینکه دیگه ناامید دارم میشم از این طبقه 4 مثلا توی یه واحدی برای ولی است به سمت مثلا منیریه که میری داره میدوزه، بعد میبینی مثلا تامی هیل فایر. آره به مثلا این تیمبرلند داداشم از دبی برام. ببین تازه داره برنامه سر شکل میگیره. آره این تامی هیل فایر که بابام بهم داد. مثلا این پافرام نورس ویسه. اینا همش الان برندهای مناسب و اورجینال لباسات، یعنی برندهای خوبه. آره و خب اورجینال هم هست احتمال 80-90%. چون همشون یا از اون بر رسیده یا مثلا یکی داشته از اروپا می اومده. مثلا چیزی خریدی تو زندگی؟ من خیر همین خیلی نکته مهمیه. این بده وا. اینو داداشم اینو میخوام بذارم این چرا تو هیچی یه جوری هستی آدمه. نه خیلی صاف و ساده. خب خوبه کاری ندارم. هنرمند با مردمی باشه. بله چرا دیداش گفتیم بازیگرم نه؟ بله اولش گفتیم. من تبلیغ پول میگیری ازشون؟ نه تو عشقی فعلا حالا که عشقی این جیم وست خیلی جنسش آشغال بود. یعنی 3 بار پوشیدم رنگ این رفت سرمه‌ایه رنگش رفت. این یکی اصلا یقش خورده شده. نمی‌پوشم لباس کار شد. مثلا بنایی یه جا باشه بزنم اینم جیم وسته. اینم جیم وسته. این دستکشام مثلا نورس ویسه. کجاییه میدونی؟ صورت شمالی دیگه تانوس سمت لاهیجان اونور. نه جدا کجاییه؟ کام نروژی نورس ویس. سوئد راست میگه شبیه هست. انگار فوش شمالی. نورس ویس مسخره. اینو با عاطف بودیم سمت منیریه. بعد خیلی جالب عاطف هم یه جفت از همین خریده. و همون موقع من احساس می‌کنم گمش کرده. و هر موقع اینو تو دست من می‌بینه میگه تو اینو هم من پیچوندی. در صورتی که من ببین چه بلایی سرش آوردی. طرف فکر کنه همه چیش داره پیچیده میشه. بعد ببین به چیزایی که باید گیر مثلا به اون میزه و کنسول گیر نداده. به این دستکشا چیکار داری عزیز من؟ اینا رو من خودم به خدا خریدم. یک چیزی که خودم خریدم یکیش اینه نه یه چیز نه یکیش اینه. یه دونه چه اینه دیگه خداییش نخریدی خیلی چیز دیگه. یکی از چیزایی که خودم خریدم کم لطفی به خودت انقدر دیگه نکوب. داری ازم میپیچونی. در صورتی که این واقعا این خیلی بی‌شرفی میخواد داری اینو میگی جلو دوربین. به داداش یعنی واسه 400 میلیون جایزه میره. بعد من دستکش دارم. این برای منه. این دستکش منه. تو دادی رو. باز فکر کنم اطلاعات تو خیلی قوی تر بود. آره بابا تو خیلی قوی تر. نورس ویس ندیدی؟ من یکیشو دیدم. نه یکیشو دیدم ولی اون یکیشو رو میرم ببین ایران خانم من برو ببین یه اصلا یه دنیاییه. حالا اگه تونستی وقتی ببین خیلی عالیه. برند مورد علاقه گردنم درد گرفت. کارای نه راحت باشه. کارای نایکی زمانی قشنگ بود. الان یه ذره خز شده. لژ اینقدر لژ زیر کفش کی چی؟ نقش و نگار و اینا متنفرم. مثلا عصای پدر بزرگت خیلی ساده نبود ولی فکر کنم خب اون فرق عصای اونو که نمیپوشم که. خب یه چیزی که خیلی دوست داشتم نشون بدم. اولین کادوییه که آیلین برام گرفته و جمله روش خیلی برام چیزه شیرینه. تو در مسیر طلوعی و خیلی حس میکنه تو در مسیر طلوعی. احساس میکنم آره. اونجا دیده بود داریم اجناس رو سرقت میکنی از این برام. تو میتونی دزد بقوی آینده داری. تو میتونی. ببین ساعت‌ها رو میخوام نشونت بدم ولی میدونم به سمت خوبی نمیره. چرا خب نه یعنی چی؟ به خاطر اینکه جزو همون دسته ایه که سرقتیه کادوییه.
واقعا؟ آره ببین این جیشارکیه که خود عاطف بهم داد ولی بعدا مدعی شد که تو اینو من پیچوندی. البته نه پیچوندم اینو فکر کنم. آره یه مدت دستم کردم بعد رفت دبی اصلا این ساعت رو نداشت. اوکی نه حل هست. یه 3 تا ساعت اینجا من دارم که اینو یکی از دوستام بهم هدیه داد. یکیش سیکه فوش دادی؟ کاسیو ادیفایس، اینم که گس. یکم باش بازی کن. با ساعت. یکم با ساعت بازی کن. اینم کادوی تولدم بود. امسال علی افضلی داده. علی افضلی. آره. نمیدونم چرا اینو به من داده واقعا. بادی اسپلش هم باید نشون بده. اگه چیز خاصی هست و خود علاقه‌مندی نشون بده چیز نشون خاصی بده. هست که نه. اینا رو دیگه برای خودت خداییش اینا رو برای خودت. دیگه خودم خریدم. آره. نه البته. تو رو قرآن نکن. خدا قسم. ببین ما روز مرد پارسال شرکتمون پک مردونه بهمون داد. فکر نمی‌کردم خیلی عجیب باشه اینجا. چرا من هیچی ندارم؟ چه خودم هیچی نخریدم چرا؟ فکر کنم داری به یه چیزای پی میبری الان تو زندگی باید سبکش عوض شه زاره. آره. ببین چجوری افکار بچه‌ها رو به هم ریختی آقا جهانگیر. آره. ببین اصلا اون بابا نوئل رو هم شرکتمون داد. کریسمس پارسال شرکت پارسال هم انگلیسی گفتی؟ پارسال چیز کرده مراسمی گرفتن و مثلا گیفت دادن. اینم یکی از چیزاش بود که اون درخت هم توش بود. خیلی هدیه نمیدن شرکت شما؟ هدیه دادن دیگه. گیفت میدن نه هدیه نمیدن. کرواتان همشون بلا استثنا مال بابام بود. بله میفهمیدم. نه از لحنت و سبک زندگیت فهمیدم. این 4 تا مال بابا بود و خود بابا داد. از حق نگذریم. قدتون پس به مادرتون رفت و چرا با باباتون بلنده؟ آیلین هم میگم آیلین عاطف هم باباش قد بلند بود. دنیا تا آیلین گرفته. آره. آیلین هم خوردت هم زن. ضبط دیگه. نمیدونم. خوردت هم زن. خیلی خوردت هم زن. علیرضا تو بازیگری درسته؟ وای خدا چالش. بله. کارگردان عزیز این تیکر رو ببینید. از اون هنرات یه چشمه برامون بیا ببینیم. ببین یکی از چیزایی که مثلا خیلی دوست دارم. بله. من اینستاگرام مثلا دیدم مثلا کلیپ از محسن تنابنده. با لهجه‌های مختلف صحبت کردیم. مثلا مریلا زارعی فلان. من خودم تو این زمینه واقعا مدعیم. یعنی مثلا لهجه‌های مختلف مدعیم. آره. مثلا خود انگلیسی رو من میتونم با لهجه‌های مختلف حرف بزنم. یا مثلا فارسی، کردی، ترکی. یعنی من این قابلیت دارم در لحظه دارم با تو صحبت میکنم با لهجه کرمانشاهی باهات صحبت بکنم ولی یه دفعه من کانال عوض بکنم بریم ایران 72 مازندران بابل هوای سر آمل فلان و اینا بعد یهو بشم رشت یه جوری با تو صحبت بکنم که انگار نه انگار که من بچه تهرانم. یه چیز غلیظ بگو رشتی مثلا شمالی است غلیظ بگو که خود شمالیه بلد. فوش بلدم نمیشه بگم. یک کلمه است نمیشه. گمج این چی؟ گمج به این ظرفای چیز میگن. یه جور مثلا توهین هم میشه. مثلا ما کردا میگیم آسمان. آسمان یعنی فوشه؟ یه جور مثلا تحقیره دیگه. بابا کل آسمان. مثلا خانواده. یه کرد اینجوری میکنه فرار کن. واقعا؟ آره این تهدید مانه. ایتالیایی هم اما گرفتن میگه. میگه قبرم از قبل دور باش. آره اینو میگه تو قبرم یعنی میام خیرتو میگیرم منظورش اینه. دنبالت میکنم تا اونجایی که باید. آره. ترکی خیلی دوست دارم. ترکی بی‌ذره بی‌دیرم درست گفتم؟ بسیار بله. آره. جا داره که به هموطنای ترکمونم بگم که bayramımız مبارک گلن günleriniz خیر olsun. خوب گفتم؟ بله. الانم عید تایید میکنم. الانم عید نیست ولی خب من خواستم هنرم نشون بدم. نوار نه. ان شاءالله یه روزی بیاد که همه روزهای سالمون عید باشه. برنامه یه دونه کلیپ بود یکی داشت انگلیسی صحبت میکرد با لهجه چینی اگه اشتباه نکنم داشت انگلیسی با یکی حرف میزد که انگلیسی بود یه دونه مترجم داشت که انگلیسی که این داشت صحبت میکرد ترجمه کنه به انگلیسی. این هنرام بود. مثلا رندوم هم میتونی الان من بگم تو بگی لهجه ها رو لهجه که بلد باشم. آره اصفهانی بلدی یه ذره چرک حرف آره مثلا الان یه اصفهانی برنامه رو ببینیم مثلا اصفهانی نیست حس میکنی داری درست میگی مثلا مدلش دارم خیلی خوب حرف میزنم مثلا ولی تیتوشو این که خوری یا به تو نیومده تو بعد اونا که گوش میدن میگن که خیلی لوس بود. آره ترکی تو ولی خوب بود. من به عنوان ترک تایید سن الله الله آروم هستن. سلامت. ولی این برنامه الله برکت بده 95% کردیه. عزیزکم درست گفتم؟ آره. نه تو به عنوان مهنگر خیلی خوب خوندی. خدا رو شکر. الان اینجای برنامه مهنگر خوندی؟ نه. دیدن؟ نه. قراره یه آهنگی بخونه که خوب خوند. اونو گوش بدید حتما خیلی خوب. این از هنرنمایی‌های دوست عزیزمون بود که حالا هنر دیگه هم داره حالا. آیا آقاخانی نونخای 6 در خدمتتون هستم. الان وقتش نیست. وقتش که باشه. سعید آقاخانی برنامه رو میبینه؟
تگش میخوای بکنی بریم خارج کمدت، یعنی هیچ چیزی نداری برای گفتن دیگه. یه آدمی هستی که باز نسبت به دو نفر قبلی برن بازتر بودیم، بازتر نه برن شناستر بودیم. آره رفته داریم باز بشه دیگه. اون دو نفر قبلی قطعا ناراحت میشن. گریه من جا داره از نفر اولی که برنامه رو ساخت سلام عرض کنم خدمت ایشون. هم به حال من بودم. نه میثم عزیز ساخت گفتیشون. خب حضور داشتم. میدونی از چی افتادم؟ خانم هست دعوتش کردن تو برنامه تلویزیونی، میگه خانم زیایی عزیز، میگه خانم دکتر زیایی هست. آره دکتر چی به مژده میگه چی دکتر. اینجا رو جمعش کنیم بریم خله تو کل تصویر بود نه؟ آره چرکه؟ نه تازه از ماشین درش آوردن. نه مثلا از تصویری به نظر چرکه. نمیدونم چرکه. خب میگفت آبی هم هست، حالا آبی مریضی هم هست. آبی مریض استقلالی‌ها هم جا داره که به عنوان استقلالی بله خیلی زیاد شدید واقعا. علی قسم حوله نمیگفت شما چند بذار فوش میخورم ولش کن راجع به لونگو اینا صحبت نکنم. خب منم صحبت کردم. خب حل دی علی رضا چه کل جوونیمون رو سوزوندن ها، چیکار کنیم؟ علی رضا بگو چی شده؟ چی شده؟ سازمان بهداشت جهانی گفته سن جوانی 44 ساله. خب یعنی همه جوانیمون هنوز نسوخته دیگه، چیکار کنیم؟ علی رضا درسته با این روند شاید تا 44 سالگیمون هم بسوزه، ولی میدونی چیه؟ من یه رفیق کرد دارم، حالا چیکار کنیم؟ یه کتابی که خیلی دوست دارم مثلا یه کلمه ای رو توضیح داده راجبش، مثلا آخ میگه در همین ابتدا بگویم که این مورد خاص خیلی کاربردهای بیادبی حین امورات خاک تو سری که بنده از آوردن و توضیح آنها در اینجا بالکل معذورم، نه از سر ادب که به خاطر ممیزی. کاربردهای این کلمه دو حرفی بسیار است، از عزا تا عروسی. سونی هم هست. آره سونی کار قلبی خیلی سنگینه. آره. ببین اینجا نمیشه پوش تو اوپن فشار دهی تا باز شود. باتری میخورد چه با؟ حالا باتری نداره اینقدر وزنه. چه چیزایی کشف کردی امروز خودت؟ آره مرسی که اومدید. خیلی چیز خفنه. فکر میکنم رادیو هم هست. میشه صدا. میکروفون داره. ببین مثلا قدیما برای خبرنگار آره اینجوری میگرفتن احتمالاً از میگرفتن جلوی یارو. این عکس 7 سالگی خودمه. آره خیلی شبیه نیست. برای این سیبیل بذار. همون خنده نیست اونجا داشت میخنده. همونه. یه دونه مثلش این بخنده. یکی از دوستام کشیده بود مثلا موقع رفتم نمایشگاهش دیدم و اینا چون آبی بود و من استقلالیم اینو این کارو خریدم. تأکید موکد. آره پسر از دست این جهان اعصابم خورده. جمعه صبح به من گفته ساعت 8:30 میام، بعد ساعت شده یارو بنا دیدیم یارو نیومد، گفتیم میخواد دیر بیاد دیگه، پا شدیم یه حلیم واسه خودمون سفارش دادیم. همین که نشستیم لقمه اولو بخوریم دینگ دینگ زنگ خونه رو زدن. بعد حالا اومدی تو پسر من تعارف کردم تو خودت یه ذره باید چیز کنی دیگه. نه ممنون مرسی نمیخورم خیلی راحته. بعد در اومدی تو جان بفرما حلیم. بابا حلیم هم که داریم با نون بربری. سلامات عزیز، میدونم که داشتن برادری مثل علیرضا چقدر میتونه سخت و تلخ باشه، واقعا این غارتگره پلید چقدر میتونه به زندگی آسیب بزنه. امیدوارم که با رضایت و با قلبی صاف این وسایل داده باشی، امیدوارم تهدیدت نکرده باشه برای گرفتن این وسایل. میدونم چرا فرار کردی و رفتی دبی. لطفاً از دبی چیزی نیار چون که میدونی که اون دیگه مال تو نیست و برای علیرضا این غارتگر بلند دوست داشتن. اگه تو اتاق تو بودم چی نشونم میدادی؟ یه اتاق دیگه، یه آدم دیگه. ببینیم نفر بعدی کیه. ای فلک بوچ من دور لیلبم شی تو شیدبم یار یارن لسو یاری نازنینه الودای دو شاوی جوانی توم در بدر بدوای ورد خالی توم چار یک چیت کم هی عزیزن یارا
چاره یک چیت کم هی عزیزن یارم. خوبو؟ جهان 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 جهانی